به نام خدا عرض سلام و ادب خدمت همه حسابونتون عزیز. میریم سراغ ایجاد حساب بانکیتون هم افزار سپید. از طریق دریافت و پرداخت قسمت حساب بانکی جدید. خب یه پنجره باز میشه. بانک و شعبه. روی فلش اینجا کلیک میکنیم. خب خالیه. یه راست کلیک جدید. خب بانک مورد نظر مثلا بانک ملت، کد شعبه مطهری، نه ببخشید کد شعبه 2565 مثلا، عنوان شعبه مطهری. خب وقتی سیوش کنیم اینجا میاد، یه دابل کلیک میکنیم اضافه میشه. شماره حساب برای مثال من یه عدد میزنم. نوع حساب هم جاریه برای مثال. عنوان تفصیلی خودش خودکار میزنه. عنوان تفصیلی دو هم که ما نباید بزنیم تو سپیدار، خودش خودکار نرم افزار میزنه. ارزمون هم ریاله. موجودی اولیه برای مثال موجودی اولیه 2,500,000 ریال. تاریخ افتتاح هم که میزنیم 29/12/1401 خودش خودکار میزنه. میتونیم حالا تاریخش هم عوض کنیم. فرمت چاپ کلید توی یه ویدیو جدا براتون توضیح میدم. نام صاحب حسابم برای مثال حساب باشه و سیوش میکنیم. خب حالا اگه بخوایم حساب بانکیمون رو ببینیم، قسمت دریافت و پرداخت، منوی فهرست، حساب‌های بانکی. خب ما هر چقدر اینجا حساب بانکی داشته باشیم برامون نشون میده. بخوایم ویرایش کنیم روشون راست کلیک میکنیم و ویرایش رو میزنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.